بعد از پایان نمایش روی صحنه پلک‌هایم با لرزش باز شدند. این اولین باری بود که عکس خودم رو می‌دیدم. احساس بی‌نظیری بود. من مدام گریه می‌کردم و هنوزم وقتی به اون لحظه فکر می‌کنم گریم می‌گیره. خیلی از زن خودم راضیم. خیلی از این موقعیت خوشحالم، چون زن زاینده است. هرگاه زن خارق العاده‌ای یافتی، کنارش بنشین. بحثشان سر این است که به کجا برای تفریح بروند و با کدام اتومبیل. اتوبوس بدون وقفه به سمت موسل در حرکت بود و من در این بیم و امید که آیا خدا دعامو میپذیره یا نه. اما چیزی که برایش جلب توجه می کند حلقه انگشتر داخل دستکش فروشنده است که در انگشت عاشقانه دست چپ قرار دارد. چرا دور می رویم؟ آیا ما رسوایی بزرگ آسمان نیست؟